خانم پاکستانی که نام خود را شمیلا عمر گرفت از آقای نایک سوال میپرسد. میگه من در بخش حقوق زنان کار میکنم و سوال ما بر خانم ها برمیخورد. تا جایی را که من میفهمم در دین مبین اسلام برای خانمایی که نیز هیچ ارزش قائل نیست و حتی بدون نکاح یک مسلمان میتواند با او هم بستر شود. خانم پاکستانی میگه که من میخواهم جواب منطقی در این رابطه بگیرم که چطور امکان دارد، چطور حقوق زنان زیر پا میشه در اسلام که حتی بدون نکاح با یک تانه با تا میتونه یک مسلمان روابط جنسی برقرار بکند. دکتر صاحب ذاکر نایک با پاسخ دادن شروع میکنه. میگه که راجع به کلام الله یعنی قرآن مجید صحبت بکنیم. قرآن مجید در رابطه با آزادی صحبت میکنه همیشه و کتابی است که همه بشر تا روز آخر یعنی تا روز قیامت باید از قرآن مجید پیروی شود. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه اگر از زمان صحبت بکنیم که قرآن مجید نازل شد، در اون زمان غلامی، بردگی و کنیز گرفتن یک چیز عادی نزد مردم به حساب میرفت. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه اگر حرف از غلام بزنیم، وقتی که کفار در مقابل اسلام یعنی در مقابل مسلمین میجنگد، بنابراین اونا در مقابل خدا میجنگند و زمانی که مسلمین بالای اونا در جنگ پیروز میشوند، چیزایی که از اونا میمانند به خصوص خانمایشان من حیث کنیز و خودشان من حیث غلام باید گرفته شوند. شما بیشتر علم دنیایی کردین، به مو خاطر کم مشکل است برای ازی که شما درک بکنید. اما اگر در شرایط فعلی ما ببینیم، غلامی اصلا بند است. هیچ کس برده یا غلام گرفتن نمیتواند. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که کسایی که تو را این تعلیم داده به این معنا که تفنگ را پر از مرمی کرده و رخش هم طرف ما طرف مسلمین کرده. خب اگر ما به شما دلیل بگویم که در زندان گوانتانامو امریکایی ها چی کارهایی میکنند، واقعا خودت تعجب خواهد کردی. همه کارهایشان خلاف اسلام است. خلاف اسلام چی که حتی خلاف انسانیت کار میکنند اونا. میگه اگر از من نظر بپرسید که در دنیا ظالمترین و بیرحمترین کشور یا هم مردم کی هست، در پاسخ من میگم که امریکا هست. حتی انسانیت را اونا زیر پا میکنند. آقای نایک میگه که میشه انسانهای عادی امریکایی آدمهای خوب باشند، اما ما از حکومت امریکا حرف میزنم که بسیار ظالم است. میگه ما اگر از اسیرای جنگ صحبت بکنیم، کسایی را که امریکایی ها در جنگ اسیر میگیرند تمامشان را اونا قید میکنند، زندانی میکنند، ولی مسلمین کسایی را که در جنگ میگیرند اسیر میکنند، اونا را حداقل قید و زندانی نمیکنند. بنابراین اسلام به مراتب بالاتر از این مردم هست. حتی اسلام میگه که اگر تو توانایی پرداخت برای عروسی کردن نداری، بنابراین تو میتونی کسی که در قید تو است و در جنگ اسیر کردی همراه او ازدواج بکنی. البته اگر مرد با خانم ازدواج میکنه یا هم خانم با مرد. بنابراین تعلیم عصری که به تو داده شده، بنابراین این موضوع را هم باید در مورد اسلام بفهمی که اسلام دینی است که حتی میتواند با بندی خود اسیری را که قید کرده او را آزاد بکنه و همراه او ازدواج بکند. بنابراین برای غلام ها و کنیز ها در اسلام بسیار حقوق در نظر گرفته شده است. در اصل اگر بنیادی صحبت بکنیم، اسلام خلاف غلام است و غلامگری است، ولی که در سابق بسیار این موضوع مروج بود، بنابراین اسلام آنقدر قیودات زیاد بالای این موضوع نیاورده است. ولی با وجود این همه باز هم اسلام به غلامان بسیار حقوق در نظر گرفته. یعنی اسلام اجازه نمیده که یک انسان عادی را من حیث غلام بگیره، یک انسان آزاد را. فقط کسایی را که در جنگ اونا اسیر میشن و خانمایشان که باقی میمانه و به جنگ مسلمان ها میآید. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که اگر از امریکایی ها و کفر صحبت بکنیم، اونا کسایی هستند که حتی در جنگ مردم را اسیر میگیرند، با اونا رفتار بسیار بد صورت میگیرد، حتی اونا را زندانی میکنند. در پهلوی ازی که زندانی میکنند، امروی اونا حتی هم جنسگرایی میکنند به زور و جبر. در اسلام آمده که یک مسلمان میتواند 4 زن بگیرد. اگر نمیتواند، یعنی توانایی پیشبردش ندارد که مساوات را در نظر بگیرد، اصلا هیچ ضروری نیست که باید این کار بکند و این موضوع مباح است، فرض نیست. ولی در کفر ببینید، یک آمار در امریکا نشان داده که مردها یا هم خانمهای امریکایی قبل از ازدواجشان حداقل اوسطش با 8 نفر دیگر رابطه جنسی برقرار میکند. ببینید فرق بین اسلام و کفر. در حالی که اسلام فقط رابطه جنسی را با خانم نکاح شدگی اجازه داده و در پهلویش با کنیزی که در جنگ اونا را اسیر کرده. بنابراین مسلمان ها در جنگ با کفار زمانی که خانم های اونا را اسیر میگیرند، میتوانند که با اونا روابط جنسی بدون نکاح برقرار بکنند. اما این موضوع فرض نیست و در پهلویش نمیتواند که سلوک و رفتار بسیار بد با اونا بکند. و موضوع جالبی است که با خانمت و با کنیزی که با او رابطه جنسی برقرار میکنی باید توازن را در نظر بگیری. همراه هر دویش باید مساویانه پیش بری در زندگی. دکتر صاحب ذاکر نایک
نایک میگه که در اسلام آنقدر حقوق به خانم داده میشه که در ادیان و جامعه کفری اصلا حقوق به اونا داده نمیشه. اونا همیشه خانم ها را من حیث سلاح استفاده میکنند. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که در جامعه آیا راننده خانم زیاده است یا راننده مرد؟ دقیقاً که راننده های مرد، ولی اعلانات بسیار زیادی است، مثلا از کمپانی BMW که یک اعلانش یک خانم که بسیار به حجاب است او را پیش کردند و توسط از او اعلان را جور کردند تا مردم از روی از او دختر خانم به حجاب اعلان را ببینند و دلچسبی به کمپانی پیدا بکنند. پس چه شد؟ اینا از خانم استفاده نکردند من حیث وسیله. بنابراین ما مسلمان ها باید اعتراض بکنیم علیه امریکایی ها که اونا حقوق زنان را در نظر نمیگیرند. اونا حق ندارند که بالای ما باید اعتراض بکنند که ما حقوق خانم ها را پایمال کردیم.